السلام عليكم ورحمة الله. علیکم السلام و رحمت الله. شیخ عزیز ان شاء الله خوب هستین؟ الحمدلله خوب هستیم. صدای شما خیلی پست است. شیخ عزیز درباره استاد معروف استاد عبدالظاهر دایی یک معلومات میپرسیدین؟ یک چی نفهمیدم. یک معلومات میدادن که اینم مثل همون معروف راسخ برای جهمیه است یا که تقراش گوش کنیم؟ بارک الله فیکم. ما عبدالظاهر داعی را حفظه الله میگیم. عبدالظاهر داعی البته که جهمی گفته نمی شود. عبدالظاهر داعی یکی از طالب علمان علمای اهل سنت و جماعت است. اگرچه بنده یگان بنده از خطا دور نیست، لیکن خطاگی هایی که عبدالظاهر داعی قسما در آخر کردند این خطاگی های بزرگ است. اما این خطاگی ها این همون خطاگی نیست که به این کسی را حکم کرده یا لقب گذاشته یا غیره گفته شود. از جانب خطاگیشون این است که بارک الله فیکم در مسئله سوره نساء آیت 97 گفتند که هر کسی که در دارالکفر باشد و هجرت نکند در اینجا باشد کافر است. و بعد از این گفتند به بعض استثناء و این 100% مخالف منهج اهل سنت است که من دو سه مرتبه در این مسئله زیاد صحبت کردم و حالا حاجت به این صحبت کردن نیست. اما مشکلی دومشون همین است که دعوتی که دارن، منهجی که دارن به منهج سلف صالح موافق نیست. زیرا که سلف صالح وقتی که دعوت میکردن حق و باطل را از هم دیگر جدا میکردن و حق را حق و باطل را باطل میگفتن و اهل حق را اهل حق و اهل باطل را باطل میگفتن. ایشون از اون جماعت نیستند، یعنی از جماعت فهم سلف صالح نیستند. ایشون تا به حال حق را حق و باطل را باطل نگفتند. ایشون تا به حال اهل حق را اهل حق و اهل باطل را اهل باطل نگفتند. و حتی صحبت‌های برآوردند که گویا که همین کارشون منهج سلف باشد و گویا سلف صالح مناظره کردن را درست نمیگفتند. بله، مناظره کردن دیگر چیز است. ما هیچ کس را دعوت به مناظره نمیکنیم و ما هرگز عبدالظاهر داعی را هم نگفتیم که باید با کسی مناظره بکنه. مناظره کردن دیگر مسئله است، حق و باطل را بیان کردن دیگر مسئله است. احمد ابن حنبل که میگفتند که مناظره را شرط و شروط دارد و به اهل بدعت نکنید، اما کتاب نوشته بودند که رد علی الزنادقه والجهمیه. الرد علی الزنادقه والجهمیه یعنی رد زدن اهل بدعت، بیان کردن اونها، فضح کردن اونها، شرمنده کردن اونها، شکست دادن اونها، چهره‌های اونها را نشان دادن. این یکی از واجبات علمای اهل سنت و یکی از ضرورترین مسائل اعتقادی و بیان کردن حق است و این منهج سلف صالح است. همون سلف صالح که میگفتن که به این جهلا مناظره نکنید، لیکن میگفتن که رد زنید و خودشون کتاب‌های ردی داشتن. من فکر میکنم که عبدالظاهر داعی حالا شاید فرق بین مناظره و رد زدن و بیان کردن حق را نفهمیده باشن، لیکن میبینیم که چقدر در قومشون از این طالب علمان گمراه گشته، فریبگر، مکار، دروغگو به دین الله شب و روز بازی میکنند. عبدالظاهر داعی به اونها رد نمیزنند. عبدالظاهر داعی کی را حفظ میکنند؟ دین الله را یا خودشون را؟ یا آبرو را حفظ کردن بزرگتر از دین و منهج را حفظ کردن است؟ یا میترسند که اگر به این جهمی های قومشون رد زنند آنها به سرشون هجوم میکنند؟ پس اگر این چنین انسان ترسد نباید برای دعوت براید. اگر این چنین به آبروی خودش ترسد نباید برای دعوت براید. اگر این چنین انسان خودش را دوست دارد نباید برای دعوت براید. و همین کاری که مخالفت به شریعت است حالا شریعت گفته شده. این شریعت نیست. شریعت را الله سبحانه و تعالی به ما بیان کرد. و قولوا قولا سدیدا، بگوید سخن سدید، یعنی سخنی که بین حق و باطل جداگی بگذارد و حق را حق بگوید. و الله سبحانه و تعالی به پیامبر امر کرد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. حق آشکار بگو و باطل باطل بگو، حق حق بگو و از مشرکان اعراض بکن. امروز در مسئله عذر بالجهل چقدر جاهلان هستند، چقدر این گمراه گشته ها هستند. در مسئله عذر المشرک ما تا به حال نفهمیدیم که عبدالظاهر داعی در این مسئله چی میخواهند بگویند و چی را اقرار کرده و چی عقیده دارند. مرحمت برآیند بگویند. ما نمیگوییم که مناظره کنند، بار دیگر میگم مناظره نکنند، اما رد زنند به اهل باطل و حق حق بگویند. بارک الله فیکم. و این مشکل است، به این مشکل است که ما البته بیان میکنیم تا که منهج اهل سنت ظاهر باشد و واضح باشد. تا که منهج اهل سنت ظاهر باشد و واضح باشد. بارک الله فیکم.